سلام، من نیلوفرم. توی 2 سال گذشته 5 تا کشور سفر کردم و کلی تجربه جدید پیدا کردم. البته اینم بگم که هیچ کدوم این سفرها رو من با تور نرفتم. همش با برنامه‌ریزی خودم و دوستان بود. توی این ویدیو نمیخوام تجربه شخصیمو بگم. فقط قراره با هم یه نگاه کلی و سریع بندازیم به این 5 کشور و ویژگی‌های خاص و جذابشون رو بهتون بگم. اولیش سوئیسه. سوئیس یک کشور فوق‌العاده تمیز، آروم و شگفت‌انگیزه. خیابوناش مثل کارت پستالن، پر از ماشینای لوکس و منظم. قطاراش دقیق ترین زمانبندی دنیا رو دارن. از دریاچه ژرئو تا کوههای آلپ هر گوشش مثل یه تابلو نقاشیه و البته یکی از گرونترین کشورهای دنیاست. کشور بعدی تایلنده، با جزایر زیبا، میمونای بازیگوش و تفریحات آبی فوق‌العاده. یه مقصد بی‌نظیره. دریاهای شفاف، سواحل آروم و هیجان‌انگیز همیشه منتظر شماست. شبا هم با کلوپ‌ها و دیسکوهای پر انرژی پر میشه که هر لحظه‌اش حسابی جذابه. از غذاهای عجیب و خوشمزه تایلندی گرفته تا مردم مهربون و خونگرمش که همیشه با لبخند از شما پذیرایی میکنن. همه چیز اینجا به یاد موندنیه. هلند، سرزمین دوچرخه ها و آزادی هست. اینجا همه چی آزاده، از گل ماریجوانا تا مصرف قارچ و تجربه های متفاوت و عجیب غریب. خیابانا پر از دوچرخه ها و کانال‌های آبی. خونه های رنگی و آسیابای بادی نماد اینجا هستند. آزادی، زیبایی و فرهنگ هلند در کنار هم و به طور شگفت‌انگیزی با هم ترکیب شدن. و البته هیچی مثل نوشیدنی و شیرینی خوشمزه اینجا نیست. حالا میرسیم به ایتالیا که من عاشقشم. ایتالیا مهد هنر، تاریخ و غذاست. ولی یه چیزی که خیلی جالبه اینه که مردم ایتالیا از نظر روحی و فرهنگ خیلی به ما ایرانی‌ها شبیهن. پرشور، اجتماعی، خانواده دوست و احساسی. حتی چهره هاشون هم بعضی وقتا آدم رو یاد خود ما میندازه. توی کوچه خیابونا گاهی میبینی یه سری آدم نشستن و دارن مثل بقیه فال میگیرن و در ازاش پول میگیرن. یه ترکیب جالب از فرهنگ سنتی و حال هوای امروز. وقتی تو خیابوناش داری راه میری احساس میکنی فقط داری اثر هنری میبینی. دبی یه شهر مدرن وسط صحراست. آسمون خراش‌های شیشه‌ای، مال‌های غول‌پیکر، ساحل‌های تمیز. اینا فقط بخشی از قشنگی و جذابیتشه. ترکیب تکنولوژی، فرهنگ عربی و زندگی لاکچری دبی تبدیل کرده به یکی از خاص‌ترین مقصدهای خاورمیانه. من اینجام تا همه زیبایی‌های کشورهای مختلف رو بهت نشون بدم. هم بهت یاد بدم چطور کم هزینه و بدون اینکه پولتو بریزی پای آژانس‌های گرون خودت تنهایی سفر بری و کیف کنی. اگه از این سبک سفر خوشت میاد حتما سابسکرایب کن و با هم همراه شو، چون تو ویدیوهای بعدی قرار تجربه‌های جالب و باحال سفرامو برات تعریف کنم که اگه یه روز تو و دوستات خواستین سفر برین کلی به کارتون بیاد.